خیلی مهمی که وجود داره و باید بهش دقت کنیم اینه که خداوند در قرآن میفرماید شب وقتی میخوابید همگیتون میمیرید و صبح کسانی از خواب بیدار میشن که به اذن و فرمان منه. ما هر روز صبح که از خواب بیدار میشیم اگه به خودمون بگیم که من فقط میخوام امروز رو خوب زندگی کنم، من فقط میخوام امروز رو عالی زندگی کنم، یعنی کاری به گذشتمون نداشته باشیم، هر چی بوده برای خودش بوده، و اگر فقط امروز رو خوب زندگی کنیم آینده عالی رو برای خودمون رقم میزنیم. یعنی وقتی فردا میرسه متوجه تغییراتی در زندگیمون میشیم که ربطی به دیروزمون نداره. یعنی وقتی فقط امروز رو خوب زندگی کنیم آینده عالی رو برای خودمون رقم میزنیم و این رو اگر پیوسته انجام بدیم یعنی به 10 روز نمیکشه که متوجه تغییرات بزرگی در زندگیمون میشیم و خوبی ها و موفقیت ها به راحتی وارد زندگیمون میشه. امیدوارم که شاد و سربلند باشید. یا